فصل قبل باشه. حرکت بازیکنان سپاهان، یوسفی بازی پنالتی، اعلام پنالتی به سود سپاهان. با هم ببینیم حرکت آریا یوسفی در مساف با محمد بختیاری یار شماره 4. اینجا اعلام خطا به سود سپاهان و اعلام ضربه پنالتی شد. حرکت کاوه رضایی، یک ضربه و توی دروازه گل اول بازی برای سپاهان. کاوه رضایی حساب کار رو 1-0 به سود سپاهان میکنه و خوشحالی هواداران حاضر در ورزشگاه نقش جهان. بالاخره دروازه این دروازه‌بان بچادرملوی اردکان رو سپاهان در این مسابقه باز میکنه. با هم ببینیم ضربه‌ای که زد، خوب زد کاوه رضایی و ضربه‌ای که به گل اول سپاهان در این مسابقه تبدیل میشه. از این ما هم با هم ببینیم.